شما شنونده پادکست آن سوی اوتیسم هستید. من صدیقه فراهانی و من رضا خامکی قراره که تو هر قسمت از این پادکست به یکی از موضوعات اوتیسم بپردازیم و تو هر قسمت یک کارشناس خواهیم داشت. موضوع این قسمت از برنامه بازی در اوتیسم هستش و در این اپیزود در خدمت خانم دکتر عتیق هستیم، دکترای تخصصی علوم اعصاب از دانشگاه ایران و کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه تهران. چنانچه میدونیم به دلایلی بسیاری از بچه‌هایی که در طیف اوتیسم قرار دارن علاقه زیادی دارن به بازی‌های دیجیتال و کار کردن با اسمارت فون، تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها و اینجور چیزها و بازی‌های تنهایی میخوان باش انجام بدن. میشه از این استفاده کرد به عنوان ابزار تشخیصی. یعنی اگر ما مشکوک شدیم که یک بچه احتمال داره که در طیف اوتیسم باشه، میتونیم بازی‌هایی رو طراحی بکنیم که احتمال بده که این ممکنه که در طیف باشه و بعد اون اگر مثلا اون دیوایس، اون برنامه احتمال داد که این ممکنه در طیف باشه، بعداً ارجاع داده بشه به نظام سلامت و واقعی مسائل تشخیصیش پیگیری بشه. برای مثال توی فنلاند بازی‌های طراحی شده که از طریق ساکادای چشمی بچه‌ای که احتمال میره در طیف اوتیسم باشن، با محاسباتی که میشه این حد زده میشه که ممکنه در طیف باشن. یعنی طرز حرکات چشمی اونها، چون اونها الگوی ساکادی خاصی رو دارن و که ناشی از عملکرد متفاوت مغز در قسمت‌های بیناییشون هستش. یا برای مثال بازی‌های طراحی شده که گیمی طراحی شده که بر اساس که شما باید یه سری میوه رو قرار بدی در بشقاب و ظروف یه سری آدم که پشت میز نشستن، 4 تا آدمن، یا باید اینا رو رنگ‌آمیزی بکنید. حالا بر اساس الگوی حرکتی انگشتان اینها روی این صفحه تبلت یا تلفن هوشمند میشه محاسبه کرد از طریق بیگ دیتا، داده های کلان که کار در واقع انسان نیست، کار ماشینه، که چقدر احتمال میره که این آدم دچار اختلال طیف اوتیسم باشه. و معمولاً گفته میشه که باید مثلا بچه‌هایی که یا اختلال بیش فعالی دارن یا اختلال طیف اوتیسم دارن از بازی‌ها دورشون بکنیم و اینا، اما به دو دلیل غلطه. میشه تهدیدها رو به فرصت تبدیل کرد. یکی این که از اینها به عنوان ابزار تشخیصی استفاده کرد. دو، میشه ابزارهای توانبخشی، بازی‌های طراحی کرد که به عنوان نقش توانبخشی داشته باشن، نقش درمانی داشته باشن، به شرطی که اصولی رعایت بشه. برای مثال ادیکشن، اعتیاد توی اینها نباشه. سعی بشه که هرچی بیشتر محیط و نوع بازی ساده تر باشه، طوری که از نظر منطق مغزی هرچی ساده تر باشه خسته کننده تر اون موضوع و کمتر از نظر مغزی اعتیاد پیش میاد، چون اینجوری نیست که اون بخش‌های مختلف مغز تقسیم بشه روی اون تکلیف خاص، بلکه بار و سنگینی اون کار میفته روی یه بخش خاص مغز. نتیجتاً این میتونه باعث بشه که اون بخش مغز تقویت بشه. همچنین یکی از اساتید میگفتش که من میخواستم با یک چیزی شبیه صلوات شمار طراحی بکنم برای مثلا بچه‌هایی که احتمال میره طیف اوتیسم باشن و
بر اساس اینکه چقدر ممکنه مثلا یک دکمه خاصی رو فشار بدن به عنوان یک ابزار تشخیصی به کار بره، چون میتونه این دلالت بکنه بر کلیشه حرکتی. همچنین از تکنولوژی ویرچوال ریالیتی، واقعیت مجازی، استفاده میشه برای آموزش مهارت‌های خودیاری که اینم یک ماهیت بازیگونه داره، برای اینکه حالا چجوری لباس بپوشه، چجوری خرید بره و یا مثلا چجوری تعامل بکنه، حالا در سطوح مختلف. بنابراین میشه این تهدید رو به فرصت تبدیلش کرد. بازی یکی از مهمترین بخش‌های رشد کودکه. در واقع اولین فعالیتیه که کودک به اون مشغول میشه و از طریق اون دنیا رو کشف میکنه و با مشارکت توی فعالیت‌های بازیگونه لذت بردن تجربه میکنه و از محیط یاد میگیره. از طریق بازیه که سیستم‌های حرکتی، احساسات، مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، مهارت‌های شناختی و اعتماد به نفس در کودک شکل میگیره و تقویت میشه. دو طبقه بندی رایج در بازی وجود داره که از منظر بازی با دیگران یا سوشال پلیس و از منظر بازی با اسباب بازی ها در واقع طبقه بندی میکنه بازی ها رو که من به تفکیک اینها رو بیان میکنم. در مورد استیج های سوشال پلی یا بازی های اجتماعی به 6 تا استیج تقسیم بندی میشه. مرحله اول unoccupied پلی ها هستن که از بعد تولد تا 3 ماهگی هستن که در اونها در واقع به نظر نمیرسه که نوزاد در حال بازیه، بلکه انگار فقط به محرک ها نگاه میکنه و یا اینکه مثلا اندامهاش رو به صورت رندوم و غیر ارادی به یک سری محرک ها در واقع حرکت میده. استیج دوم سولیتاری پلی یا ایندیپندنت پلی یا بازی در واقع تنهایی و مستقل هست که بچه ها در اینجا به تنهایی بازی میکنن، با اسباب بازی هاشون، به لاک ها، عروسک ها یا کتاب ها به تنهایی مشغول میشن. مرحله سوم آنلوکر پلی هست که در 2 سالگی اتفاق میفته و در اینجا بچه ها با تماشای بازی بچه های دیگه چارچوب ها و اصول بازی ها رو یاد میگیرن. یعنی کودک فقط در حال تماشای بازی بچه هاست و خودش مشارکتی نداره. این 3 مرحله تا 2 سالگی در یک کودکی که رشد هنجار داره ایجاد میشه. بعد از 2 سالگی مرحله پارالل پلی یا بازی موازی هست که بچه‌ها در کنار هم هستن و توی محیط با هم هستن، اما هر کدومشون مشغول بازی خودش هست و به بازی بچه‌های دیگه کاری نداره. این مرحله پل واسه مراحل بعدی که بازی‌های در واقع مشارکتی هست. توی پارالل پلی ها میزان اینتراکشن در حد مینیموم هست. مرحله پنجم اسوسییتیو پلی ها هستن که در 3 تا 4 سالگی ایجاد میشن. در اینجا چند کودک در یک بازی مشترک در واقع درگیر میشن و با همدیگه شروع میکنن به اجرای یک بازی، اما هر کس برای خودش. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، انگار که یه تعدادی بچه دور یک میز نشستن، روی اون میز پر از لگو هست و هر کودک با لگوها داره برای خودش یه برج درست میکنه یا یه خونه میسازه. البته که نگاهی به دست بچه‌هایی که کنارش هستن هم داره، ولی خب چیزی رو با همدیگه شیر نمیکنن. در مورد آخرین مرحله بازی در این بخش کوپراتیو پلی ها هستن که بالای 4 سالگی ایجاد میشه. در اینجا اگه بخوایم همون بازی با لگوها و خونه سازی با لگوها رو مثال بزنیم، به این صورته که افراد دور یه میز نشستن و لگوها روی اون میزه و همه با هم در حال ساختن یک خونه یا یک برج مشترک هستن. در واقع کودک در این مرحله بازی باید همه مهارت‌های اجتماعی خودش رو به کار ببره و اونها رو توی اون بازی عملی کنه.
بازی‌های ورزشی که تیمی هستن هم در این دسته قرار میگیرن. دسته‌بندی دیگه بازی‌ها از لحاظ بازی با وسایل به 4 بخش تقسیم میشه که اولین بخشش سنسوری موتور پلیز هست یا هم بازی‌های حسی حرکتی که بچه توی این بازی‌ها حواسش درگیر میشه، مثلا در دهان بردن اشیا، لمس کردن، بویدن وسایل، شیک کردنشون، تکون دادنشون در کنار گوشش و تولید صدا. و خب این بازی‌ها میتونه خیلی تکراری باشه و در طول روز بارها و بارها کودک اونها رو تکرار بکنه. مرحله بعدی ارگانایزینگ پلی هستن، مرتب کردن اسباب بازی ها، ردیف کردن ماشین ها، لگو ها که البته هدف خاصی نداره و کودک فقط بی هدف این کار رو انجام میده. یا مثلا اگر که یه ظرف پر از مهره های با 2 سایز کوچیک و بزرگ در اختیارش قرار بدیم، میبینید بدون هیچ دلیل مثلا مهره های بزرگ رو از داخل اون ظرف خارج میکنه و فقط کوچیک‌ها رو جمع میکنه. بخش سوم فانکشنال پلی هستن که یا بازی های عمل کردی. در اینجا کودک معنای هر اسباب بازی رو میدونه، کاربردش رو هم میدونه و منطبق با کاربرد اون ازش استفاده میکنه. مثلا به جای اینکه ماشین رو ردیف کنه، این بار ماشین رو دستش میگیره و انگار که در یه خیابون در حال حرکته اون رو تکون میده. مرحله آخر پریتند پلی یا ایمیجینیتیو پلی هستن که شامل بازی‌های تخیلی و بازی‌های سمبولیک میشن، مثلا تظاهر کردن به غذا خوردن با قاشق و بشقاب اسباب بازی، یا مثلا تظاهر به غذا خوردن حتی در غیاب مثلا لیوان یا بشقاب اسباب بازی. مثلا یک لگو رو به عنوان لیوان تجسم میکنه کودک و با اون آب میخوره. یا حتی بازی سمبولیک مثل اینکه به یک عروسک در واقع جان میبخشه و مثلا اون عروسک رو در نقش یک آدم باهاش بازی میکنه. خب تا اینجا مراحل طبیعی رشد بازی در کودک رو گفتم خدمتتون که در واقع این کودک رشد طبیعی و هنجار داشته، اما بازی در کودک دارای اختلال اوتیسم متفاوته. در سنین پایین و در مراحل اولیه بازی کودک اوتیسم تمایل به ردیف کردن اشیا و بازی‌های انفرادی داره و فعالیت‌های تکراری رو بارها و بارها در طول روز انجام میده و تمایلی به بازی‌هایی که احتیاج به برقراری ارتباط اجتماعی دارن تمایل به اونها نشون نمیده. اینجا یه سوال پیش میاد که خب الان که ما مراحل بازی رو گفتیم، کودکی که رشد هنجار داره هم بعضی از این بازی ها رو مثل ردیف کردن یا مثلا بازی حسی تکراری یا تنها بازی کردن رو انجام میده و خب سوال هست که چه تفاوتی وجود داره بین کاری که کودک رشد هنجار انجام میده و خب این بچه‌ای که دارای اختلال اوتیسم هست. تفاوت اینجاست که کودک بدون اوتیسم یا کودکی که رشد طبیعی و هنجار داشته ممکنه اشیا رو ردیف کنه، اما در سن طبیعی خودش این کار رو انجام میده. ممکنه تنهایی بازی کنه، اما اگه موقعیت خاصی پیش بیاد که نیازمند به بازی اجتماعی باشه قابلیت شرکتون بازی رو داره، یا اگه با اسباب بازیش به یک سبک خاصی داره بازی میکنه برای اون دلیل داره. اما در اوتیسم کودک همواره تمایل به تنها بازی کردن داره، یعنی یه نوعی همون در خود فرو رفتنش هست، اصلا توجهی به بچه ها یا بازی اونها نداره، از تماشای بازی بچه ها چیزی یاد نمیگیره، اصلا نسبت به تنوع بازی هایی که وجود داره اطلاعی نداره و توی بازی های مشارکتی در واقع توانایی درک قوانین بیسیک اون بازی ها رو نداره، مثلا رعایت نوبت، مثلا بازی نقش ها یا همون رول پلینگ، مثلا اینکه قواعد بازی های ورزشی یا بورد گیم ها مثلا مارو پله اینها رو نمیتونه درک کنه. اگه دقت کرده باشیم کودکی که داره اوتیسم هست مخصوصا تو سنهای پایین توی پارک های بازی یا داره خاک بازی میکنه یا با برگ ها و شن ها و ماسه ها و اینها درگیره و توجه کمتری به وسایل بازی و بچه ها داره. اگه یه پازلی داشته باشه بارها و بارها همون پازل رو تکمیل میکنه، در واقع همون بازی های تکراری و یا مقاومت به تغییر توی بازی هست. یا اینکه مثلا ردیف کردن
اسباب بازی و وسایل که خب خیلی به وفور در این کودکان دیده میشه. در سنین بالاتر وقتی مهارت‌های کودک بیشتر شد، خب توانایی اونا برای یادگیری قواعد بازی بیشتر میشه، اما بازم تفاوت‌های با کودکان هنجار دارن. مثلا چی؟ مثلا به تغییر قوانین بازی به شدت مقاومت میکنن. مثلا اگه یه بازی تعداد بازیکن‌ها وقتی که داشته بازی رو یاد میگرفته 4 نفر بوده، نباید کم و زیاد بشه. با کم و زیاد شدن این قواعد کودک به شدت به هم میریزه. یا اینکه نمیتونه بازی‌ها رو با دیگران شیر کنه، بنابراین اعتیاد پیدا میکنه باز به بازی‌های تک نفره که خب در اینجا مثلا بازی‌های کامپیوتری یا ویدیو گیم ها خیلی مورد علاقه این کودکان هست. و اینکه خب علاقه‌مند به بخشی از بازی میشن. مثلا در فوتبال به اون بخش آمار فوتبال یا مثلا جدول‌های رده‌بندی تیم‌های فوتبال علاقه‌منده، نه به خود بازی. حالا علت این تفاوت‌ها چیه؟ اول اینکه نداشتن مهارت تقلید، چون توجه به بازی‌های دیگران گفتیم کودک نداره دیگه، نگاه نمی‌کنه و از بازی کردن بچه‌های دیگه چیزی یاد نمیگیره، خب بنابراین نمیتونه رفتار اونها رو تقلید بکنه. دوم نداشتن مهارت بازی سمبولیکه. خب تو 3 سالگی میدونیم که اغلب کودکان چه تو تنهایی و چه تو گروه همسالانشون بازی سمبولیک دارن، اما کودک داره اوتیسم بدون تشویق نمیتونه تجسم کنه که مثلا یک قطار روی ریل و صداشو در بیاره و با اون بازی بکنه بدون تشویق، بدون کمک. حتی اگه کمکش کنیم، تشویقش کنیم و یاد بگیره که درگیر این بازی سمبولیک بشه و چجوری اونها رو انجام بده، یک سناریوی خاص رو بارها و بارها تکرار میکنه. حتی کلمات، حتی آواهایی که بهش آموزش داده شده همونها رو تکرار میکنه. علت بعدی ضعف در ارتباطات اجتماعیه. خب افراد دارای اوتیسم هم انگیزه کمتری دارن واسه مشارکت و هم خب توانایی کمتری دارن واسه برقرار کردن ارتباط اجتماعی. بنابراین همبازیاشون فکر میکنن که کودک به اون توجه نداره و داره ایگنورش میکنه. بنابراین رفتار اونها چی هست؟ اینکه اونها هم کودک رو ایگنور کنن. بنابراین کودک از گروه همسالان، گروه‌های بازی همسالان خارج میشه، حالا یا اصطلاحاً اخراج میشه. و در آخر هم نداشتن جوینت اتنشن یا توجه اشتراکی، یعنی اینکه فرد بتونه روی یک آبجکت، شی یا روی یک پدیده توجه کنه، فوکوس کنه و اون رو با یه نفر دیگه هم به اشتراک بذاره. مثلا 2 تا کودک همزمان به یک پازل توجه کنن، یعنی که هر دو یک بازی رو با همدیگه شیر بکنن. خب از اونجایی که کودک اوتیسم نمیتونه افکار و احساسات طرف مقابل رو درک بکنه یا حدس بزنه، بنابراین تو این بخش ها بسیار مشکل داره. خب حالا چطور به کودک داره اوتیسم کمک کنیم تا مهارت‌های بازی خودش رو ارتقا بده؟ تکنیک‌های زیادی وجود داره که به این کودکان کمک میکنه که یاد بگن بازی کنن. خود والدین و یا خواهر برادرهای کودک میتونن نقش خیلی خوبی تو پرورش این مهارت‌ها داشته باشن و به کودک کمک بکنن. و در نهایت هم کمک گرفتن از متخصصین بازی درمانی، چه تو بخش‌های کاردرمانی و چه حیطه روانشناسی، بسیار بسیار حائز اهمیته که خب تکنیک ها عرض کردم خدمتون که زیاد هستن، متنوع هستن، ولی خب چند تکنیک خیلی رایج که استفاده میشه، اولیش همون پلی تراپی هست که استیج با استیج در واقع مرحله بازی کودک رو از پایه شروع به کار میکنن و در نهایت میرسونن به از طریق گروه‌های درمانی، گروه‌های بازی درمانی به در واقع سوشال پلی ها، استیج های بالای سوشال پلی ها. متد فلور تایم هست که با درگیر کردن کودک تو بازی ها تو سطح خود کودک در واقع تراپی اتفاق میفته. تکنیکی به اسم Relationship Developmental Intervention یا RDI. این تکنیک تمرکز داره به فعالیت‌هایی که کودک رو تشویق میکنه و غیر مهارت‌های اجتماعی که خب حالا اگر میخوایم از اسمش به صورت تیتروار خارج بشیم، معمولا توی برنامه‌های پلی تراپی خصوصا در ایران از این تکنیک ها استفاده میکنن. و اپلاید بیهیویرال تراپی هست که با تشویق رفتارهای مثبت توی محیط‌های طبیعی
در واقع درمان رو انجام میدن. درمانگر با استفاده از این تکنیک ها، خصوصا ترکیب کردن این تکنیک ها به صورت ریشه‌ای، سعی داره که در واقع مهارت های بازی کردن رو به کودک آموزش بده و ارتقا بده و کمک میکنه که کودک سریعتر به روند طبیعی سن خودش نزدیک بشه. حالا خیلی در واقع شایع هست اینکه کودکان با وسایل دیجیتال مثل موبایل، تبلت و کامپیوتر این روزها درگیر هستن و خب علاقه کودکان طیف اوتیسم به این وسایل هم یک امر ثابت شده است و تقریبا همه والدین یا درمانگرانی که در حوزه اوتیسم کار میکنن با این مسئله مواجه شدن. به صورت کلی آخرین مقاله که در سال 2021 در ساینس دایرکت در واقع ریلیز شد، استفاده از تکنولوژی و هر نوع اسکرینی، حالا صفحه نمایش موبایل میخواد باشه یا تبلت و یا تلویزیون رو برای زیر 18 ماه کلا منع کردن و البته توصیه کردن بهتره حتی بین 18 تا 24 ماه هم استفاده نشه مگر در مواردی مثل تماس‌های تصویری والدین با کودک که خب در حال اجتناب ناپذیره این روزها. و بعد از اون هم برای بالای 2 سال نهایتا روزی 1 ساعت این اجازه رو دادن و اعلام کرده که بالای 1 ساعت در واقع شروع میشه به ایجاد یک سری آسیب که البته این مقاله روی کودکان رشد هنجار و بدون اختلال در واقع برای اونها ریلیز شده، ولی خب به هر حال در مورد کودکان اوتیسم هم این خطرات وجود داره. ولی خب حالا میخوایم یه خورده بحث کنیم که چرا و واقعا علت این که اینقدر تایم طولانی تماشای تلویزیون یا انجام بازی‌های دیجیتال برای کودک داره اوتیسم اینقدر مضره. اول اینکه خب در واقع دریافت تحریکات شدید دیداری و شنیداری از یه وسیله است که نیازی به فیدبک گرفتن از کودک نداره. یعنی اینکه اغلب کودکان میشینن جلوی تلویزیون یا تبلت دستشونه و در سکوت محض و بدون هیچ ریاکشنی فقط در حال تماشا هستن. خب این میدونیم که اکثر کودکان داره اوتیسم کلیشه های دیداری یا شنیداری دارن و با قرار گرفتن در معرض این سیستم ها دچار به هم ریختگی حسی میشن و خب ممکنه حتی کلیشه‌شون تقویت بشه. دومی که به طور کلی کودک اوتیسم تمایل به ایجاد ارتباط اجتماعی نداره. خب درگیر بودن طولانی مدت با اینجور بازی ها و سرگرم شدن با این وسایل به این ضعف دامن میزنه و انگیزه کودک و واسه ارتباط برقرار کردن با افراد و یا بازی کردن با دیگران کمتر و کمتر میکنه. سوم این که کودک داره اوتیسم تمایل به تکرار داره. گفتیم که بازی‌های تکراری دارن و الگوهای تکراری دارن و به عبارتی مقاومت به تغییر دارن. خب این وسایل امکان این رو داره که بچه چندین بار یک فیلم رو تماشا کنه، چندین و چند بار یک کارتون رو تماشا کنه و یا یک بازی خاص رو بارها و بارها انجام بده و خب این هم باز دامن زدن به یک رفتار نادرست در این گروه از کودکانه. و چهارم اینکه مواجهه طولانی مدت با این تکنولوژی ها زمان رو از این کودکان میگیره، فرصت یادگیری و رشد مهارت ها رو از کودک میگیره و میتونه انواع اختلالات اجتماعی و یا حتی رفتاری رو در این بچه ها تقویت کنه. اخیراً توی بعضی از مقالات به فواید بازی‌های دیجیتالی هم یه اشاره هایی شده و گاهن محققین بازی‌هایی رو حتی واسه کودکان داره اوتیسم حتی طراحی کردن به عنوان تسک‌های تحقیقاتی و نتایج خوبی هم گرفتن. استدلال اونها اینه که از علاقه این کودکان به وسایل دیجیتال در واقع استفاده کنن تا اینکه یک سری مداخلات درمانی به اونها ارائه بدن. مثلا با بازی‌های خاص کامپیوتری حس انگیزه، رقابت و برنده شدن رو توی کودک ایجاد کنن و اعتماد به نفسش رو ببرن بالا.
یا توی یه سری بازی‌های خاص سطح توجه و تمرکز و کنترل مهاری یا اینهیبیتوری کنترل رو افزایش بدن که تحت عنوان بازی‌های شناختی این روزا خیلی مطرح هستن. برخی دیگه هم معتقدن که توی این بازی‌ها کودک داره اوتیسم فرصت‌هایی رو به دست میاره و شرایطی رو تجربه میکنه که به خاطر تفاوتش با دیگران تو زندگی اجتماعی و روزمره عادی خودش امکان تجربه اونها رو نداره. مثل خب همین موفق شدن، انگیزه داشتن، رقابت کردن و خب این نیاز کمتری که به ایجاد تعامل و ارتباط با دیگران داره. چون که خب توی محیط طبیعی همکلاسیاش، همبازیاش ممکنه کودک رو به بازی راه ندن یا پس زده بشه از بازی ها. بنابراین توی بازی کامپیوتری و خصوصا بازی اینترنتی مثل کلش آف کلنز یا ماینکرافت در واقع این فرصت رو داره که به صورت ناشناس حتی بازی اجتماعی رو تجربه بکنه. خب بنابراین از یه سنی به بعد ما میتونیم به ابعاد مثبت استفاده از این وسایل دیجیتال و بازی‌های کامپیوتری فکر بکنیم. اما خب به عنوان یک درمانگر تاکید دارم که زمانی این کار رو انجام بدیم که کودک از لحاظ ادراکی، سطح بازی، گفتاری و مسائل حسی به یک سطح مطلوب نسبی رسیده باشه و قبل از اون واقعا مضرات این وسایل بسیار بیشتر از فوایدش هست. اما خب در کل هم باید در نظر داشته باشیم که بازی‌ها، خصوصا بازی‌های کامپیوتری، میتونه باعث وسواس شدید کودک به این دیجیتال گیم ها بشه که خب اصلا اینها به صورت کلی برای همه بچه‌ها وجود داره و در کودک داره اختلال اوتیسم چون رفتارهای وسواسگونه هم شایع هست، در اینجا خب ریسکش بیشتره و همینطور رفتارهای اضطرابی به دنبال شکست و پیروزی تو این بازی‌ها باز تو کودکان داره اوتیسم اینجا به صورت اگزاجره بروز میکنه. پس بهتره که اگر قراره از این بازی‌ها استفاده بشه والدین نظارت کامل روی روند بازی داشته باشن، حتی در انتخاب بازی حتما مطالعه داشته باشن و تایمی که صرف اون بازی میشه کنترل شده باشه تا هم بشه از مزایای اون استفاده کرد و هم از مضراتش پیشگیری کنن. البته خب توی این پادکست منظور من از دیجیتال دیوایس ها بازی با اونها و سرگرم شدن با اونها بود، ولی خب رویکردهایی هستش که خصوصا در خارج از ایران خیلی داره استفاده میشه که در واقع با استفاده از تبلت ها مخصوصا تو کودکان داره اوتیسم که سطح عملکردی پایین دارن و به کلام نرسیدن از این تبلت ها استفاده میشه برای ایجاد ارتباط با کودک و فهمیدن خواسته های کودک که خب این خیلی خیلی مفید هم هست و ما صحبتی درباره فواید اینها نداریم. بحث ما در این پادکست در مورد بازی و سرگرم شدن با وسایل دیجیتال بود. خب از اینکه وقت گذاشتید و این پادکست رو شنیدید از شما بسیار ممنونم. اوقاتتون خوش.